الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، البته که تبریک نمودن عید فردا بعد از در آمدن روزی عید شروع می شود و بعد از اون ما شما را نیز تبریک خواهیم کرد و این موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابگان رضی الله عنهم است. یعنی تبریک نمودن عید بعد از در آمدن وقت عید. امروز روز عرفه است، به امروز هیچ کسی را تبریک نمی کنیم، برای آنکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابگانش رضی الله عنهم اجمعین هیچ کسی را به روز عرفه بگویم تبریک نکردند. و میگویم البته که الله سبحانه و تعالی از ما و شما اهل توحید عبادت‌های من را قبول و مقبول بگرداند. این روز بزرگترین روز است و بعد از پایان یافتن امروز، بعد از مغرب مثلا که فردا انیق است که روز عید است، می تواند که کسی را البته تبریک بکند. اگر امروز هم کسی را تبریک بکند به خاطر عید فردا باکی ندارد، اما بهترش و افضلش این موافق سنت است که صحابگان رضی الله عنهم در روز عید یکدیگر را به عید تبریک میکردند. و البته خیر الهدی، بهترین منهج، بهترین رویش این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابگانشان هستند و اونها الگوی ما هستند. بجز رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان رضی الله عنهم دیگر الگوی وجود ندارد. الله یگانه کسی که گفت که به اون پیروی بکنید و اون پیشوای شما باید باشد و عملهایتون را موافق اون عمل بکنید، رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. الله سبحانه و تعالی فرمود: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هر کسی که الله را میخواهد، هر کسی که روز قیامت و آخرت و نجات را میخواهد، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد قریشی پیشوای اون، الگوی اون، نمونه اون است که باید اقتدا بکند. بارک الله فیکم. پس امروز روز است که به دعا، بخصوص بعد از عصر همین وقتی ها تا مغرب، به دعا و به ذکر و البته کسانی که روزه گرفتن به روزه‌داری مشغول شدن است. و امروز برای حجاج، کسانی که در عرفه در مکه مکرمه هستند، برای آنها حج اکبر است. الحج عرفه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بیان کردند که حج این عرفه است. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، این روز را، این وقت را غنیمت بدان. با تلاوت و با ذکر و با دعای و با صدقه و با خیر و احسان، با تعلیم گرفتن توحید و با امر معروف و با دعوت و با کفر بالطاغوت، با الولاء و البراء، که امروز ان شاء الله سبحانه و تعالی شاید که سبب نجات یکی از ما و شما باشد و دعا میکنیم که همه ما و شما باشیم از جمله نجات یافتگان. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.